خداوند در دین زردشت بحث کنیم. زردشتی دین غیر سامی و غیر ویدایی است. به نام دین پارسیزم یا دین پارسی نیز یاد می شود و امروزه پیروان خیلی کمی دارد. حدود 130,000 نفر پیرو دارد که اکثرشان در بمبئی زندگی می کند، شهری که ما از آنجا آمده ایم. اما واضح است که یکی از ادیان قدیمی به حساب می آید. حدود بیشتر از 2500 سال قبل در سرزمین فارس به میان آمد که توسط زردشت تأسیس شد. همچنان این دین به نام دین آتش پرستی یا مجوسی نیز یاد می شود. خداوند را در دین زردشتی به نام آهورا مزدا یاد می کنند. آهورا به معنای خداوند و مزدا به معنای دانایی و خرد می باشد. آهورا مزدا به معنای خداوند خرد می باشد. و کتب مقدس زردشتیسم عبارت از دساتیر و اوستا می باشند. توضیحات مختلفی درباره خداوند در دساتیر وجود دارد. در دساتیر ذکر شده است که خداوند سبحانه و تعالی فقط یک خداوند است. او نه آغازی دارد و نه انجامی دارد. او نه مادر دارد و نه پدر دارد. نه همسری دارد و نه فرزندی دارد. هیچ چیزی شبیه او نیست. خداوند تصویری ندارد. شما نمیتوانید خداوند را با چشمانتان ببینید. نه او را درک کرده میتوانید. او فراتر از قوای فهم و درک شماست و او به شما نزدیکتر از خودتان است. تمام چیزهایی را که اشاره کردم در کتاب دساتیر، کتاب مقدس پارسیزم ذکر شده. اگر کتاب اوستا را بخوانید، کتاب یسنا و دیگر کتاب اوستا، صفات زیادی از برای خداوند سبحانه و تعالی وجود دارد که خداوند را من حیث آفریدگار معرفی می کند. در کتاب یسنا فصل 31 آیه 7 و 11، همچنان در کتاب یسنا فصل 44 آیه 7، کتاب یسنا فصل 50 آیه 11 و همچنان در کتاب یسنا فصل 51 آیه 7 ذکر شده است. او را به عنوان بزرگترین نامیده می شود. در کتاب یسنا فصل 33 آیه 11، همچنان کتاب یسنا فصل 45 آیه 6 ذکر شده است. او را به عنوان احسان و نیکویی یاد می کنند. این موضوع در کتاب یسنا فصل 33 آیه 11، همچنان کتاب یسنا فصل 48 آیه 3 نیز ذکر شده است. همچنان در کتاب مقدس زردشتیسم خداوند به نام بخشنده و مهربان نیز یاد می شود. در کتاب یسنا فصل 43 آیه 4، 5، 7، 9، 11، 13 و 15 ذکر شده است. همچنان در کتاب یسنا فصل 44 آیه 2، یسنا فصل 45 آیه 5، یسنا فصل 46 آیه 9، همچنان در یسنا فصل 48 آیه 3 ذکر شده است. و صفات زیادی از برای الله سبحانه و تعالی در کتب مقدس زردشتیسم وجود دارند. بنابراین اگر شما کتب مقدس پارسیزم را بخوانید، درباره تصور خداوند در دین زردشتی را خواهید فهمید. Let us discuss